غروب آفتاب در بین نخلستان‌های موقعیت بومگردی فانوس. پیاده روی در بین این نخلستان که حدود 2 کیلومتر قابل پیاده روی هست، در بومگردی و گردشگری فانوس امکان پذیر هست. در این موقع از روز که همراه با غروب آفتاب هست، پیاده روی بدون هیچ مزاحمتی با تعیین مسیر انجام می شود. پیاده روی در بین نخلستان و بین نخل‌های سمرده و تماشای غروب آفتاب بسیار بسیار لذت بخش خواهد بود برای کسانی که از هر موقعیت و از هر محتوا برای گردش و استفاده خواهند کرد. بسیار صحنه جالب و دلنوازی هست در بومگردی و گردشگری فانوس. گردشگری فانوس شما را به این گردشگری و بومگردی دعوت میکنه. البته ما در شروع هستیم، ما در شروع کار این بومگردی قرار داریم و تمام تمهیدات و کارهای لازم برای ایجاد محیط آرام و محیطی مناسب در این گردشگری انجام میدیم. ایجاد مسیرهای پیاده روی صبحانه، ایجاد مسیرهای پیاده روی عصرانه در تمام سال یکی از مزیت‌های این گردشگری که شاید در هیچ جای دنیا نمیتوان اون رو پیدا کرد. گردشگری فانوس دریچه‌ای نو به نو برای گردشگری و بومگردی و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌ها جهت ایجاد محیط آرام برای گردش